سلام گنگا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من مثل همیشه جان سینا رو میگیرم، ولی الان به جای رندی اورتون یک بازیکن دیگه پیدا کردم که هم قدرت رندی اورتونه 93 و قفل نیست برا من و بازه. حالا میخوایم بریم با این مسابقه بریم که ببینیم این هم میتونیم ببریم یا نه، از رندی اورتون قوی تره یا ضعیف تره. همونجور که گفتم این کشیکج 2010 پارت قبلی با رندی اورتون مسابقه دادیم و برنده شدیم. حالا این با یه کشیکجگیر دیگه است. حالا اگر شما هر کس اسمشو میدونه توی کامنت ها به من بگه، من که اسمشو نمیدونم، من فقط اسم یه سری هاشونو میدونم، رومن رینز و جان سینا و ارزم به حضورتون همینا دیگه، خیلی چیزای دیگه نمیدونم، رندی اورتون و این چند تا. ولی خودم به شخص خیلی کشیکج دوست دارم و با خاطر همینه که سر گوشی نصبش کردم و الان دارم با شما در ارتباط میذارم این بازی ها. یعنی دارم بازی میکنم که شما ببینید و لذت ببرید. خلاصه من تازه این فعالیت، یعنی داخل این کانال رو شروع کردم، کانال یوتیوب. اگر ازم حمایت کنید خیلی خوشحال میشم و به هم کمک کنید. امیدوارم یه روزی با هم دیگه بتونیم هزار تایی شدن، حتی اگه شما دوستان عزیز که میخواین کانال بزنید میلیونی شدنتون رو ببینیم و همینجور میلیونی شدن خودم انشاءالله. ولی بیشتر دوست دارم که شما بهترین بشید، شما گنگ های عزیز. خلاصه ما همینجوری با این مبارزه میکنیم تا ببینیم چقدر بردنمون طول میکشه. امیدوارم که زود ببرمش و بازی تموم بشه و ازش نبازم. بعد ضربه ای بهم زد، ولی اشتباه کرد که منو زد. بازم منو زد ولی بازم اشتباه کرد. چندین بار داره اشتباه میکنه و اشتباهش هم زدن منه. حالشو میگیرم. خیلی قوی وارد شده ولی نمیدونه من کیم. میبرمش، مطمئن باشید. داورم حتی زدم. برگاه خودم هم ریخته. داور فکر نکنم بتونه بشماره به خاطر اینکه ضربه خورده، ولی میزنمشو. باز دوباره میزنم زمینو، صدای کش میکنم و پیروز میشم. من مطمئنم اگر جان سینا فینیشرشو سرش بزنه، که امیدوارم بزنه، برنده میشم. و ببینیم تا چه زمانی فینیشرش برامون باز میشه یا همون میاد که ما بزنیمشو بتونیم برنده شیم. یعنی همون فینیشرشه که اگه زدیم بیشترین ضربه بهش وارد میشه و امیدوارم که با فینیشر زدن برنده شیم. برو کنار داور.
3 2 نه چی شد؟ نه چه اتفاقی افتاد؟ اون باگو دیدید بچه ها؟ یه چند ثانیه اون یار ایشونه فکر کنم یا یار منه نمیدونم روی تناب فکر کنم مونده بود با اون وزنش، روی هوا بود یه جورایی. به هر حال اینا باگای بازی هن. کشتی کج 2010 انتظار بیشتر از اینا هم ازش نمیره، یعنی بهتر از این. فکر کنم کیفیتش یکم پایین باشه و شما اذیتین، ولی خب باید بهم کمک کنید پیشرفت کنم و در اون زمان وقتی پیشرفت کردم انشاءالله یک کنسولی چیزی میخرم و براتون با گرافیک یا همون کیفیت بهتری میذارم. فیلم با کیفیت های بهتر میذارم براتون. من نمیدونم چرا بعضی موقع میمونه پایین و نمیاد بالا، انگار میخواد نقشه چیزی بریزه، ولی نمیدونم من خیلی از اون قوی ترم. این نمیدونه من کیم. داری یکم طولش میدی ولی میبرمت، مطمئن باشید بچه ها. یا میبازم یا میبرم. اگه باختم که دوباره یه پارت دیگه با هم ایشون مبارزه میکنم تا ببرمش، ولی اگه بردم که هیچ. باگو نگاه کنید، روی هوا مونده بود. خلاصه ببخشید اگه پر حرفی میکنم یا نمیدونم دقیقا چه حرفایی باید بزنم، چون تازه کارم، اول کارمه. امیدوارم با کمک شما و بقیه دوستان خیلی زود پیشرفت کنیم و جزو بهترین ها بشیم. چرا نمیشماره داور؟ من نمیدونم چرا که بعضی اوقات داور نمیشماره، مخصوصا توی این بازی یه چند باری هست که نمیشماره. اوه جان سینا رفت برای حرکتش بزن. نه، حرکت جان سینا رو دفاع کرد، مشکلی نیست، ولی من آخر سری میبرمش، مطمئن باشید. میخوام براتون فوتبال 2020 هم بذارم. اگر موافقید که بذارم توی کامنت ها بهم بگید و یکم از این کشتی کج حمایت کنید. اگرم که نه بازم توی کامنت ها به من بگید. اگرم دوست دارید کشتی کج ادامه بدیم هم داخل کامنت ها به من بگید. هر اتفاقی که دوست دارید بیفته توی کامنت ها به من بگید. نمیدونم چی شد. بردم 3-2 کرد و پیروز شدم. خوشحال میشم که ازم حمایت کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک یادتون نره، هر کامنتی هم که دوست داشتید برای من بذارید. خدا نگهدار.